و از نام این جوانان هم گفتنی هستم که با احترام آن حرمتی که شما دارین، همین مجاهدین قدیم از افغانستان تا زمین شما، همه آنها رو در دیوار راست کرده، همه آنها رو پرنده کشتن در کار میگفت. در همونجا از این دعا شما میفهمیدیم که این کادر خیلی مهم بود. میگفتن اگر اینها کشته شوند حالت اسلام خیلی وضعی میشد. میگفتن باور کنید این ننگ است که وقتی که در خواهران ملت دست درازی میکنن، سرشون دوش میکنن. بس است این خواری و ذلت، بی صاحبی، سرگردانی بس است. خسته شدیم از این. السلام علیکم دوستان و هموطنان. در همین عیدگردک با هموطنان میگشتیم، در یک جا نشسته بودیم. خیلی هموطنان بسیار بودن، مجاهدین قدیم هم خیلی بسیار بودن. می نشستیم، خیلی صحبت‌های گرم و جالب میگذشت. و در اونجا مجاهدین نو هم بودن، ولیکن یک سخن مجاهدی نو خیلی جالب بود، در حیرت آورد مرا. این مجاهدی نو شکایت میکرد از مجاهدین قدیم. من پرسیدم که چی گپ؟ او میگفت همین مجاهدین قدیم از افغانستان تا زمین شام، همه آنها رو در دیوار راست کرده، همه آنها رو پرنده کشتن در کار میگفت. او شوخی کرده میگفت، ولیکن من در گپش حیران شدم و در حیرت ماندم و گفتم برادر چرا این خیلی فکر داری؟ چی گپ شد؟ او شکایت میکرد، میگفت که از بودن همین مجاهدان قدیم نبودنشان هیچ فایده نیست، هیچ فرقی نیست. میگفت پس من با او فهماندم که نه، تو این فکری که داری اشتباه هست، خطا کردی. مجاهدین قدیم ماشاءالله خیلی فعال هستند، خدمت کرده هستند، برای پیشرفت خیلی فعالیت دارند. با او فهماندم. من گفتم شاید در نظر تو معلوم نباشد، ولیکن خیلی ماشاءالله فعال هستند آنها. لکن این سخن مجاهدین نو آمده هم کمی اساس هم دارد. ما نگاه میکنیم بعضی مجاهدین قدیم فعال هستند، کار میکنن و بعضی هاشون با هر خیل سبب ها خاموشی را اختیار کردن، هیچ فعالیتی ندارن. پس در بعضی مجاهدینی که خاموشی را اختیار کردن گفتنی هستم که، و از نام این جوانان هم گفتنی هستم که با احترام آن حرمتی که شما دارین و در نزد الله بلندترین مرتبه این جهاد است که شما این جهاد رو انجام داده شدین و محبوب ترین انسان این مجاهد هست و این عملی که دارین عذاب قبر و عذاب روز قیامت رو خداوند از شما دور کرد. یعنی این مرتبه که مرحله که دارین در نزد خداوند، ما در این بحث نداریم، این خیلی مرتبه بلند هست. یک روز جهاد کردن در روز خداوند بهتر است از این دنیا و چیزی که در این دنیا هست. من به شما یک حدیث رو میرسونم، پس شما خودتون خلاصه کنید، قیاس کنید. زیرا که مجاهدین منبع آنها از رسول اکرم و صحابگانش می باشند. در حدیث صحیح مسلم 1760 اگر خطا نکنم میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جنگ بدر تیاری میدیدند. از سبب که این جنگ به این جنگ تیار نبودند، آنها فقط برآمده بودند که کاروان ابو سفیان را گیرند. به جنگ تیار نبودند، ولیکن خداوند تقدیرش همین بود که جنگ بدر روی داد. یعنی گفتنی هستم که صحابگان خیلی ضعیف بودند، سواران نداشتند، سلاح نداشتند، ولیکن مشرکین قریش باشند خیلی سلاح و سوارای بسیاری داشتند. مسلمانان خیلی ضعیف بودند و پیامبر صلی الله علیه و آله همه رو صف کردند و در یک بلندی رفتند و دستشون رو به بالا بلند برداشته دعا میکردند. میگفتند یا الله، اگر تو همین مردمی که در اینجا جمع شده است اجازتی که کشته شوند، پس از این تو هیچ کس عبادت نمیکنند. میگفتند یعنی ما از این حدیث چی رو میفهمیم؟ یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله در پیش آن صحابگان بودند که آنها سختی رو سر گذراندند، این امتحان ها رو از سر خود گذراندند. در بین آنها منافق نبود، مردم آنها باور میکردند.
یک مردمی بودن که در مدت 13 سال محمد صلی الله علیه و سلم آنها را کادر تیار کرده بود. گوییم که آنها یک کادری بودن که ابوبکر و عمر و علی و هزاران دیگران خیلی خیلی کادرای بسیاری بودن که اگر اینها کشته شوند پس کی خداوند را عبادت میکنند میگفتند. یعنی مهم بودن کادرهایی که مدت 13 سال جمع کرده بودند در همونجا از این دعاشون میفهمیدیم که این کادر خیلی مهم بود. میگفتند اگر اینها کشته شوند حالت اسلام خیلی وضعی میشد میگفتند. اکنون قیاس میکنیم با بعضی مجاهدینی که خاموشی را اختیار کردند. خداوند در این سالهای دراز شما را امتحان کرد، حفظ کرد، در این راه عقیده درست را آموخت. این فتنه سختی که بود در این فتنه شما را حفظ کرد و شما را کادر تیار کرد. از بین شما منافقین را تازه کرد، مردم به شما باور دارند و مانند هم صحابگانی که امانت رو بر دیگران برده میرسوندن، شما هم باید این امانت رو به دیگران برده رسانید. باید که فعال باشین. اگر خاموشی رو اختیار کردین باز در کجا یک جهادی شود که هزارها این جوانان شهید شوند که از بین آنها کادر پیدا شود. برای همین این سالایی که خداوند شما را حفظ کرد، یعنی با این امانت رو بر دست شما داد، شما باید این امانت رو به دیگران برده رسانید. اگر شما خاموشی رو اختیار کنید این مانند که شما کشته شدید. برای همین بعضی جوانان شکایت میکنن که از نبودن شما هیچ فایده نیست، فرقی نیست. گفته در وطنمان مردها رو میزنند، ریششون رو میتراشند، زندانی میکنن، حتی میکشن. این راه مردو هست، این راه مبارز مردو همینطوری هست. این طبیعی است، این علم آور نیست. ولیکن وقتی که سری خواهران رو لج میکنن، به خواهران ظلم میکنن، این جای صبر رو ندارد. وقتی که به خواهران این ملت دست درازی کردن، این اوجه دیوسی میشود. این مردن مردها بهتر است با این بیناموسی زندگی کردن. این کجا شد ننگ و ناموس مردها که در همین چیز صبر میکنن؟ شتابری که گفتم اون مردایی که عذاب میکشن، زندانی میشن، این راه مردها همین است. ولیکن خواهرها ضعیف هستند. این ناموس ننگ ملت هست که مردها باید حمایت کنن خواهران این زنان این ملت رو. آنها امید کلام دارن که جندای الله یعنی مجاهدها هستند که خواهران این ملت رو حفظ میکنن. ولیکن باور کنید این ننگ است که وقتی که در خواهران ملت دست درازی میکنن، سرشون لوش میکنن، این جای صبر ندارد، این جای خاموشی ندارد. باور کنید باید یک ننگ ناموس ملی داشته باشیم که نگذاریم که خواهرای این ملت در این حالت باشن. و چطوری که گفتم مردها مفهوم است که راهشون همین است، ولی که خواهرها ضعیف هستند. چطور ما میگذاریم که آنها به پشت و پناه باشن؟ کجا شد ناموس مردا؟ برای همین دوستان هموطنان، مردایی که در داخل هستن، در خارج هستن، در کجایی که باشین، خاموش نیستین. شما را چی فتنه دنیا غرق کرد که شما خاموشی رو اختیار کردین؟ باور کنید این خاموشی شما عاقبت خوبی ندارد. بخشش میپرسم کمی سختگیری کرده باشم، فقط من خواستم که کمی بیدار شوین، فعال باشین، زیرا که میلیون ها جوانان این ملت به شما نگاه دارن، امید دارن، باوری دارن که شما این پرچم عزت و سربلندی برده به آنها میرسانین. باور کنید بس است این خواری و ذلت، بی صاحبی، سرگردانی بس است. خسته شدیم از این. برای همین فعال باشین، خاموشی اختیار نکنین. شما رو به خداوند میسپارم. پایان شب سیاه سفید است. تمام عزت به دست خداوند هست. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.